خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه باغ سبز از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، طوری که شما مشاهده میکنیم ما داخل بازار اوبی هستیم. میریم امروز با دکاندارا و بساتدارا و اینا سوال جوابا داریم که سعی کنیم کاروبار از این مردم چی رقم وضع بازار اوبی دیگه بالاخره همین گرمی سردی این منطقه. شما خواهشمندیم که همراه ما باشیم تا آخر برنامه. این دیگه که آمدیم دیکن شما نه؟ نه دیکن از این بالا من آدم جنس بگیرم. بسیار خوب بسیار خوب. چی ما این بخیر بگیریم؟ بچه دومات کردین یا دکتر؟ نه دومات نکردیم، فقط یک بالا سر کلاس این از اون سر شما بیامدیم بخود دیدم گنج همراه شما بیدیدیم گنج. این به گنج نبود؟ نه و این هم باید به گنج می بود دیگه. فقط آرزوی شما گفتم به گنج آمدن. قربان شما سلامت باشیم زنده باشیم. خب این به شما چند حساب کردم؟ این به ما چه لحظه 40 روپیه؟ یعنی چی؟ اگه یک ترمزی که بین بره خراب شد به 40 روپیه که مفت فلان ما خدا دیگه این بیکار من نیست. خود ترمز از این به چند میدم فلاکسی ها؟ حدود 6 سال فانال شما معلومات بگرفتین که اینا زیتیه یا نه؟ از امسال ترمز وا کردم به شما دادم با او خراب نشه. نه از پرسان کردیم گفتم ما سر فلاکسی اضافه هم داریم به خاطر این نگیم. آها بسیار خوب بسیار خوب. خب خونه به کجایه؟ خونه چی اصولی تیلک؟ تیلک و فرسی؟ بله. بسیار خوب. دیگه خرید چیزی هم از داخل بازار رو میکنیم؟ انشاءالله هم تا چیزا بردیم داریم خرید کنیم انشاءالله بسیار خوب. بخیر و خیریت بریم گپ بزنیم که به حساب چی میگم عوضونه برای مادر بچه از اینجا چی میکنی سوقتی؟ سوقتی انشاءالله دیگه یک لباس ایدی برای خودمون میخوام ماشاءالله ماشاءالله. بو گفتم یا نه پیش خود کنیم؟ خب برای یک یا برای هر دو تا؟ نه دیگه ما خودم انشاءالله برای یکی میخرم. آها نداریم دو خانم؟ نه یک خب بسیار خوب بسیار خوب. چه ضرور مایم؟ چه ضرور پیش شما ارزش داره؟ ارزشی داره که من مدت 15 سال ازدواج کردم. یعنی بخکلگی نخوردیم دستیو؟ بخکلگی هم نخوردیم اونم نخوردیم. ماشاءالله. فامیل شما هم یا بیگونه هم؟ فامیل منم. چه کاری شما میشه؟ دختری بچه هم میمونم. بسیار بسیار. دختر بچه هم شما که دختر هم شما بشه؟ نه دختر بچه هم میمونه بچه هم میمونه خوادره کیا. دختر بچه هم شما نه؟ راست میگه ما نواسی هم شما میشه؟ مثل نواسی خالی خوشو خسور من. درسته؟ بسیار خوب. برای شهر خود شما فقط این امیدواری کودک و خدمت شما خود ما بریم روی چشم بکل هم در خدمت شما بریم فقط متاسفانه مشکل نداریم اونم خواستم نگیریم. خب فکر کنید که من خود شما میرم سکل شما مر میباره یا شما؟ هر دو تا باره سکل کیو بیتیم این کتن حتی این تو بچه هم میشونم. بسیار خوب. قربان شما خوشحال شدیم. مردم یه اطرافا واقعا به ما معلومه. ما چند شب به داخل اوبی هستیم. مردم مهمان نواز خوبی هم خدای پاک نصیب کنه که باز با منطقه شما به تیلک و فرسی هم انشاءالله آمدنی هستیم که 34 ولایت انشاءالله ما میریم به خدمت این مردم هستیم. خوشحال شدیم از دیدن شما. خوشحال شدیم تشکر از شما. تشکر. خیر ببینیم. اونا با خیر ببینیم. خداحافظ شما. ما داخل اورسولی اوبی هستیم به داخل بازار البته داخل خود اورسولی کو نیم داخل بازار اوبی هستیم. نامقدا سعی کنیم جوانا و مستفیدا اینا همه در کنارمون هم خیلی علاقه‌مندم دوست دارم ما اونا دوست داریم خیلی ببینیم. از شما خواهشمندم که همراه ما باشید چند قدم دیگه.
السلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ جان شما خوبه؟ زنده باشین. قربان شما. نام شریف شما؟ نجیب الله. خب نجیب دیکون از شما نه یا کرام میدید؟ یه خود. خب شخصیت شما؟ بله. بسیار خوب. کاروبار چی رقم است؟ شکر خوب. امرو علتی چیه که بازار رو به کمک میتر سکوت نفس تردد خیلی نمیکنه بعد روزا خیلی شلوغه. مردم در مونده کشتکار و در مونده کشتکار او آمده به جوا در مونده ایدری نه. بس به ما واسطه وقت گندم ها اینا مردم یک ذره به دکونا نمیاد. ولی کشتکار خب پس کاروبار شما هم دیگه خرابه دیگه فعلا. شکر خوبه. بسیار خوب بسیار خوب. اگر دکون از کرایه بدی از شما نبودی چند کرایه شد؟ یه هفته. به داخل این بازار 7,000 دیگه 15,000 هم هست. یعنی که شما میگین پس از دکونا شهر هم اینا بالاتره؟ تقریبا. ماشاءالله. خب حدودا روز چندی مثلا بلو هم سودا میکنید؟ الان سودا معمولا میره 200 داری. اگر سودا باشه چند سودا میکنید؟ اگه سودا معمولا باشه 5,000 سودا میشه. اگه نباشه 4,000. بسیار خوب بسیار خوب. خب قبل بزنیم که این منطقه تا به شهر قیمت یک جنس مثلا فرق میکنه؟ نه نسبت به شهر سه میگن حال خود اما طور جنس ها اینجا ارزونتر میدیم از شهر. مثال میزنیم میخریم ما مثال امال به 80 ریبل مثال میزنیم میدیم به 90 ریبل کم پس سری بعد میریم پس به 90 ریبل شهر میکنیم. بازم خیر بینیم دیگه. بیترتر نیه؟ جای بخیر نو بفروش. حال فلان نموده شده دیگه. حال فلان نموده شده دیگه. حالا هر جنسی که ما میخریم این سری مثال به 80 میخریم مثال به 90 میخریم پس سری بعد میریم پس دوباره از قیمت بالاتر میخریم. نه من به شما راه یاد میدم. بله. این دفعه به 90 ریپه نخریم بس که تا به 80 میشه. نمیشه. نمیشه. چی فرق میکنه؟ این امرنگ دسته دید بخار بیبی من یمونیه. آیها. برو میخواد کن. آوای شک نمیره. بابا چی شما نمیگذره؟ نه بسم الله. یالا کارش کرد بالاتر کیساش با درسی من کیساش رو تلاشی میکنم. دیگه چیکار؟ بسیار خوب. خوشحال شدیم. گپ بزنید که خود شما نشیمند شما با خوبیه. بله. خب به داخل بازار یا به غریای؟ کمک پوینتر. فکرم بس بازار. مثل می کمکیای که ما میریم میگم من گردنه 3 ساعت 3 ساعت با موتر میریم منو به گردنه نه 5 دقیقه بیشتر نمیشه. به چی به تیاره؟ بسیار خوب. شب اگه خود ما نبینیم خوشحال میشه. موفق باشید. السلام علیکم. سلام شما خوبه برادرم؟ قربان شما زنده باشیم سلامت باشیم زنده باشیم. نام مبارک شما. خب گپ بزنیم که دکون خود شما نه یا کرامی؟ اشتن این منطقه پس این مسلمانایی که دکون ندارم اینا برم چه کار کنم؟ اون نمیشه شما میرفتیم استراحت میکردیم این دکون خود میدادیم بکرام. ما استراحت دیگه کاری بکنیم که یک مسلمانی مثلا میگم کشتمندی چیزی باکداری نداره شما دکونه بدیم وجود کرای که گزاری زندگی خود بکنه شما بریم به سر کشتا خود کشتا میریم نون کرده به دوی دست میشه بسیار خوب اگر دکون شما کرا بیدی چند الهی شکر بسیار خوب گپ بزنیم مرا که کاروبار شما چی رقم است؟ کاروبار نیست گیرینی و شارگی و بیپولی و کاروبار نیست یک کبا می دکون شما نه سر تا سر میتونی نه تمام چرا من گله نمیکنم شما اینجوری بسیار خوب فعلا در کنار ما و شما روغانات دلیتریه با خاطر که ما معلومات داریم که به شهر به چندیه روغانات دلیتری شما به چند میفروشید؟ 17
بازم بینندای عزیز به برج نگاه که نگاه میکنید بیشتر 100 افغانی اینا ارزونتر میدن بیشتر این 18 صده. شما سند شما چنده؟ به نظری شما همین یک لیتر من 180 افغانی باشه یعنی 17 صد افغانی استفاده میه یا کار دیگه نه کار کنیه دیگه یک دلت بیت 700 میلیون رو 17 صد نگاه خوبیه. شما باعث یک جوان خواهش شما برادرای تاجر که زیاد قیمت نبرم چون خصوصا مواد غذایی خواهش شما چیه؟ خواهش ما اینه که اگه ارزونی بیاره دیگه در مداری توبکه دیگه برادر حساب تجارت خوب کنم یه خوب برقرار کنم دیگه. بعضا دوستا ما تا حالا داخل بازار رو نشنیدیم بعضا دوستا از خصوص میگیم اسم شما چیه صحبت از دلار میکنم ما و شما افغانیم پول ما افغانیه چه یعنی علاقه کردیم به گوش رو کردیم یک سر دلار و دلار عالمی دلار رو کردیم یعنی روزگار مهم نیست. اگه دلار اگر افغانی بود راست بسیار خدا کنه که صحبت‌ها شما بشنوم. ماما جان سلام. ساعت شما خوبه؟ نام شریف بس الله نام جان بسیار خوب بسیار خوب. ماما جان از کجا بازار میاد؟ چند کیلومتر تا به اینجا دوره؟ چند دقیقه با موتر شد؟ پس از کیلومتر بیشتره دیگه چون من قدم خود بگذارم 1 کیلومتر حتما در 15 کیلومتری هستم. بسیار خوب. مصروفیت شما از اینکه مسافر هم هستیم مصروفیت چیزی داریم بده؟ چه کار میکنید؟ یعنی زمین از خود گذاریم؟ نه زمین مردم جیبا کریم. خب باغ چیزی هم نداریم؟ نه. خب گزاری زندگی میشه؟ خوب مردم حالا کنیه آخه امسال کنم خدا رود هم او داره جوام گوام سرسبزه مثلا پارسالا خوش چی نبود دیگه بسیار خوب. به سال چند خروار حاصل حق شما شخصا بدون از بادار میشه؟ بدون از بازار سه خروار جا خروار میشیم خرچی میشیم. چند نفر فامیل خرچ بود شما؟ یعنی بله دستیاره دیگه هم داریم؟ بچه ها شما نه؟ چند اولاد داریم این دستیاره؟ کدوم هم کدومان داریم؟ خورده یا کلومتر است؟ سر تردومات کردیم عروسی کردیم یکی چند وقت میشه عروسی یک پسر بزرگ؟ 3-4 سال. پیشکش ها اینجا رسم و رواجی میکنید؟ رسم و رواج نه بسیار خوب. بسیار خوب. ماما جان عروسی خود رو یاد میدید که به چی سالی میدد روزی یاد میدید؟ نه شکر من یاد نوار از 10 سال 20 سال موتر کنید یا شکرات؟ همون شهری که شما خوشی شما بودید یارو از سرا بیرون دور ساعت من باشه ماما جان یک 4 بیتی رو بکنید یاد ندارم برای چاشت خود شما یاد باشید سلام ساعت شما خوبه؟ خیر نام شریف شما؟ محمد یوسف. خب از کجا هستین؟ از ماجرا. خب اینجا به چی کار آمدید داخل بازار؟ کار میکنیم به زرنج. به زرنج کار میکنیم. شما یک آدم مستفیدی بازم کارگیری میکنید؟ چی کار کنیم؟ گرونیه. خب روز چند گزارش زندگی میشه؟ نه سخت. خیر باشه خدای پاک برای شما کمک کنه. تشکر از شما.
نازنین خوشحالیم که تا به این لحظه ما تحمل کردیم. تشکر از شما. ناگزیریم که با شما به داخل همین بازار اوبه خداحافظی کنیم، چون برنامه همین شکلی بیشتر از این ما نمیتونیم صبر بکنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه. شما رو به الله پاک میسپاریم. سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. بالاخره ما رو تنها نگذاریم، ما به شما نیاز داریم. تا فردا شب خدا حافظ و نگهدار شما.